خانه من مسافه‌ای بسیار است، نقشم به دو چشم چار در دیوار است. از روی من آینه من سیر نشود، آینه من منتظری دیدار است. در خانه من داروی خوابم مانده، یک پر قلمی پری عقابم مانده. من بالینی همسری ندیدم عمره، در بالی من جلد کتابم مانده. نه باغ پدر مانده، نه آن بیدی قطار. از بیدی قطار مانده کل بیدی قطار. آن بیدی قطار چوبی گهوارن نشد، یا چوبی علاوی شد و یا چوبی مزار. هر جا که نمی روم دلم بالای توست، در باد دلم شکفتنی لالای توست. قشلاقه که من پشت مرا کس نگرفت، در پشت سرم چنار 100 سالای توست. قشلاقه که من، قشلاقه که کودکیم، خسو خاری تو بس، یک لحظه مرا تکیه به دیواری تو بس. در محفل مهتابی و چرچیرک و مه، چک چک زدنی برگی سفیدار تو بس. در محفل مهتابی و چرچیرک و مه، چک چک زدنی برگی سفیدار تو بس. این پارچه از نمایشنامه شب دور از وطن که از اشعار بسیار استاد، یک از کارگردان‌های خیلی معروف که بدبختانه بیمار است، ناظم ملیک، تهیه شد، نمایشنامه ساخته شد و این خدا را شکر این نمایش خیلی جاها را گشت. منی نشود چیزی واقعی است. شاید هیچ نمایشنامه تاجیکستان، نمایشنامه تئاتری تاجیکستان اینقدر شهرت و جایزه و تندیس و دیپلم ها به کشور ما نآورده باشد که این نمایش آورد که بودید 10 شاید زیادتر از این منظور ها و این به شرافت اشعار این استاد است. در تقویت سخن استادان کده سخن یک دو خاطره های شیرین است گفتنی هم که سال 2012 در هرات بودم، یک جشنواره بود، جشنواره قصه گویی بود و اتفاقا همون روز 10 روز که من اونجا بودم محفلی شاعرانی جوانی، کانون شاعرانی جوانی هرات 15 سالگیش جشن گرفته شد. خیلی جشن باشکوه بود. تمام از شاعرها از افغانستان و اهل فرهنگ آمده بودن و چون من هم یک وسایت یک دوست اونجا راه یافتم و فهمیدن که من تاجیکستانم، صدر مجلس آمد گفت میشد که شما سخن بگید؟ من گفتم باشد. بعد گفت یک خواهش، میشد که شما از اشعار استاد صابر شعر خوانید؟ من گفتم چرا منش میخونم. و وقتی که منم معرفی کرد و گفت منم معرفی کرد و گفت ایشان از شعر از شاعری میخوانند که من گفت با تمامی گفت جواب و مسئولیت میگویم که این روز در بین شاعران معاصری فارسی زبانی دنیا مثل استاد بازار صابر هیچ کس اینقدر صمیمی، اینقدر ساده، اینقدر زیبا تصویری طبیعت و عنصرهای طبیعت، تصویری صفتهای انسانی، صفتهای طبیعت و زندگی عادی ساده دهاتیان نکرده است و فقط بازار صابر میگه اینقدر عالی و با تشبیه و با استعاره و با سخنهای رمزهای جذابشان تصویر کردن و هیچ کس با پایی اون بازار صابر نمیرسد. گفتم خیلی
و 2013 در چلابینسک جشنواره تئاتری بود. بعد تماشا یک پروفسور منقدی خیلی مشهور روسیه آنا شاتیلووا خیلی سخن دادن، خیلی سکوت کرد خیلی ایستاد و گفت من افسوس میخورم که در حیاتم از یک نعمت دور ماندم. صد که من اشعار این خیلی شاعری بزرگ جهانیت تا حال نخواندم. هر چی باشد در ترجمه این شاعر من البته میابم و میخواهم خواند. روح روانشان شاد باشد. تشکر.